سلام، به کانال داستان شما خوش اومدید. زندگی هر کدوم از ما آدما مثل یک داستانه. اگه داستان زندگیت میتونه برای دیگران جالب و مفید باشه، حتما برام بفرست تا با بقیه به اشتراک بذارم. اگه هنوز عضو کانال داستان شما نشدین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. نفهمیدم چم شد. دویدم طرف حموم و تیغ برداشتم. قسمای مامانم رو میشنیدم. دیدم بابام اومد حموم. دستاشو گذاشت رو سرش و داره گریه میکنه. مامانم آوردم بیرون. یه لیوان آبقند بهم داد. خوابیدم به امید اینکه دیگه بیدار نشم. اما باز طلوع خورشید رو دیدم. باز باید دوباره یک روز رو شروع کنم با تموم بیکسی هام. سهیل صبح بهم زنگ زد. خجالت میکشیدم جوابشو بدم. از طرفیم تنها اون بود که میتونست تو این شرایط بهم امید بده. اونم بدتر از من اما امیدوار. گوشی رو که قطع کردم روحیم تازه شد. بدون اینکه نگاه تو صورت بابا مامانم بکنم زدم بیرون. نزدیکای ظهر اومدم. بابا خونه بود. تا منو دید اخماشو کشید تو هم. عصر مامان خسته و هلاک اومد خونه. بابا بهش گفت امشب مهمون داریم. مامان گفت کیه؟ بابا جواب داد کسی که در حقمون لطف کرده. کسی که این خونه رو واسمون جور کرده. برو یه ذره خرت و پرت بخر. به این دختره هم بگو نره بیرون وایسی تو خونه. شب مهمون عزیز بابا زنگ زد. بابا گل از گلش شکفته بود. درو باز کرد و چهره خبیث میثم جلوی رومون اومد. با یه خنده چندش، با یه سبد گل و شیرینی. وقتی اومد تو نشست من پذیرایی کردم و رفتم تو اتاق. بعد از چند دقیقه مامان اومد دنبالم. گفت بابا کارت داره. با عصبانیت اومدم بیرون. گفتم بله. بابا اخماشو کشید تو هم با اشاره حالیم کرد که بشینم. اهمیت به چشم قرش ندادم. گفتم چی کار دارید؟ کار دارم. میخوام برم. میثم خودش رو انداخت وسط گفت بنده کارتون دارم. بهش گفتم اما بنده هیچ کاری با شما ندارم. اومدم برم تو اتاقم. بابام دستمو گرفت و هلم داد که بشینم. با جمله اذیتش نکنید حاج آقای میثم بیشتر حرصی شدم. میخواستم بپرم رو سرش و تا جون داشتم بزنمش. بی تفاوت به همه این رفتارا گفت مریم خانم ما از این خونه راضی هستن؟ گفتم اونی که باید راضی میشد راضی شد. گفت خب خدا رو شکر. رو کرد به بابام گفت حاج آقا من فقط و فقط واسه حس انسان دوستانم این کارو کردم. حالا هر کی هر حرفی میخواد بزنه. هیچکی با این پولی که شما داشتید بهتون این لطفو نمیکرد که من کردم. بنده داخل دفترم رسما از دخترتون خواستگاری کردم. آروم گفتم بی وجدان تو از من خواستگاری کردی یا درخواست دوستی؟ لااقل مرد باش سر حرفت وایستا. رفتم تو اتاق تا هیچ کدومو نبینم. نمیدونم میثم چی در گوش بابا پچ پچ کرد و رفت. بابا اومد تو اتاقم با یه قیافه ناراحت. ازم عذرخواهی کرد و گفت هر کاری میکنه صلاحمو میخواد. گفت تازه داریم به یه نون و نوایی میرسیم. من خرابش نکنم. نمیدونستم به حرفاش بخندم یا گریه کنم. بابا گفت به خدا آقا میثم دوستت داره. باباش مخالف ازدواجتونه اما جلوی باباش وایستاده. مثل اون سهیل بچه ننه نیست که پا پس بکشه. گفت این خونه رو پیشکش عروسیتون داده بهمون. تازه قراره واسه من توی یه شرکت یه کار خوب دست و پا کنه. گفت من باعث شدم خونه‌شون رو از دست بدن اما میثم یکی بهتر از اون خونه فقط به خاطر من بهشون داده. گفت. بعد که حرفاش تموم شد گفتم بابا یا سهیل یا هیچکس. میفهمی؟ گریه افتاد. از اون گریه هایی که تنمو میلرزوند. میگفت به خدا جوونی، خامی، نمیفهمی. اونی که دوستت داره، اونی که خوشبختت میکنه میثمه. نه اون بی همه چیزی که هنوز نیومده بی آبرومون کرده. خدا این آقا میثم و واسمون فرستاده. گفتم میثم یه آدم حریصیه که منو واسه ازدواج نمیخواد. نذاش ادامه بدم. گفت اگه واسه ازدواج نمیخواستت امشب اینجا چیکار میکرد؟ اصلا اگه تو رو نمیخواست ما اینجا چیکار میکردیم؟ اونقدر مخ بابا رو شستشو داده بود که حرفای من اثری توش نداشته باشه. بیفایده بود جر و بحث. هیچ کدوم حرف همو نمیفهمیدیم. گفتم من اصلا قید ازدواج رو میزنم. نه سهیل نه با این مردک. بابا عصبانی شد. میگفت روش زمین نندازم. به میثم قول داده. اگه من قبول نکنم بیچاره تر از قبل میشیم. گفت در قبال خونه واسه بدهیش به میثم سفته داده. من و مامان از این کار بابا حسابی حرصی شده بودیم.
رو کردم به بابا گفتم بعد میگید این آدم منو واسه ازدواج میخواد. داره از طریق من با شما معامله میکنه. بابا گفت این از علاقشه، میخواد به هر دری بزنه تا تو رو به دست بیاره. در هر حال بابا بهش بدهکار بود و همین باعث آزار بود. تو فکر بودم، هیچی به ذهنم نمیرسید، نمیتونستم آیندم رو خراب کنم. تا این سن از خودم و خواسته هام گذشتم به امید فردام، اما نمیخواستم دوباره از خودم بگذرم. سهیل به هم زنگ زد، ترجیح دادم همه چیزو بهش بگم. اونم قاطی کرد، گفت به بابات نمیاد این کارو در حقت بکنه. گفت این حقو بهش نمیدم زندگی تو تباه کنه واسه خونه. گفت نگران نباشم و خودش یه فکری میکنه. فرداش میثم خونم و زنگ زد. بابا جوابشو داد. گوشی رو داد دست من. با وقاحت تمام گفت خب عشق من کی قرار مدارای عقد رو بذاریم؟ گوشی رو گذاشتم. به بابا گفتم من بدهی این آقا رو میدم. دیگه حق نداره این را زنگ بزنه یا بیاد. یه خونه ازش خریدی پولشو میگیره. اما دیگه غلط میکنه به این خونه و آدماش کاری داشته باشه. مامان گفت آخه چجوری این همه پولو میخوای واسش جور کنی؟ گفتم خدا بزرگه، اما نمیخوام یه عمر بشینم حسرت بخورم که چرا بازم به خاطر فقر به این روز افتادم. بابا این مرد زندگیم نیست. این یک آدم هوسبازیه که زن و فقط برای هوسای پستش میخواد، نه زندگی. بابا گفت اونقدر پولدار هست که حسرتهای تو رو برآورده کنه. هوسبازیاشو دیدی اما دوست داشتنشو ندیدی؟ گفتم بابا تو رو به ارواح خاک مامان بابات اینو بفهم که من میخوام خوشبخت بشم و فقط کنار سهیل این حسو دارم. بابا گفت بدهیشو چیکار کنم؟ قول بهش دادم اگه نخوای با این باشی باید دور اون استادتم خط بکشی. در جوابش هیچی نگفتم. هیچی نداشتم که بگم. بابا دیگه چشم دیدن سهیل رو نداشت. من دخترش رو نمیدید، چه برسه به اون. رفتم تو اتاق. نمیدونم چی شد که خوابم برد. با صدای زنگ سهیل بیدار شدم. بهش گفتم میتونی یه مقدار پول واسم جور کنی؟ گفتم واسه بدهی این کثافت میخوام. مبلغ پول زیاد بود اما چاره ای نداشتم. یعنی کسی و جز سهیل نداشتم. تنها بعد از خدا اون میتونست منو از این زندگی نجات بده. گفت مبلغ پول بالاست و در حال حاضر تو حسابش همچین پولی نیست. اما به هم گفت نگران نباشم و اگه این قضیه با پول حل میشه تمام سعیشو میکنه این پولو جور کنه. اما میثم اونقدر پولدار بود که احتیاجی به این پول نداشت. اما فقط با پول میشد بابا رو راضی کنم منو به قیمت خونه به میثم نفروشه. یه روز سهیل به هم زنگ زد و گفت پول جور شده. منتها یه مقداریش چکه واسه یه ماه دیگه. خدا دنیا رو بهم داد. باهاش یه جا قرار گذاشتم پولو بهم بده. سهیل زودتر از من رسیده بود. چقدر به این لحظه به دیدنش نیاز داشتم. یه خنده آرومی زد و گفت هر روز خوشگل‌تر میشی. امر بفرما کجا بریم؟ گفتم هیچ جا. هر جا تو باشی واسه من بهترین جاست. گفت به مامانم اینا زنگ بزنم قرار شام با هم باشیم. به مامان خبر دادم. فهمید که با سهیلم کلی غرغر کرد. زود گوشی رو قطع کردم. نمیخواستم روزم رو با غرغرای مامان خراب کنم. رفتیم یه رستوران سنتی. اون شب چقدر به هم چسبید. بعد از خوردن شام و چای سهیل یه چک بهم داد. گفتم از کجا آوردی؟ گفت نگران نباشم. همش از خودشه. خندید گفت جیبامو خالی کردم تا بیام تو رو بگیرم. حالا این جوون رعنا رو با جیبای خالی پذیرا هستی؟ اون شب با هم گریه کردیم. سهیلی که نمیذاشت احساسات بهش غلبه کنه بغلش کردم. روی شونه هاش گریه کردم. سهیل منو رسوند خونه. گفت امیدوارم دیدار بعدیمون توی محضر باشه. ازش تشکر کردم و رفتم خونه. بابا عصبانی بود. انقدر مزه خوشی امشب به دلم مونده بود که نمیخواستم خراب بشه. رفتم تو اتاقم. کیفم و انداختم یه ور و نشستم. در اتاقم باز شد و بابا عصبانی گفت حق ندارم با این همه چیز برم و بیام. گفت دیگه آبروشو اینجا جلوی مردم نبرم. گفت قلم پامو خورد میکنه اگه پامو از اینجا بذارم بیرون. دیگه باقی گفته هاشو نشنیدم. یعنی نخواستم که بشنوم. وقتی بابا در رو کوبوند و هم خوابیدم. میخواستم به چیزای خوب فکر کنم. به سهیل. صبحش به بابا گفتم پول میثم رو بهش برگردونه.
بابا فهمیده بود پولای سهیله. میگفت حلال نیست. میگفت من تا به حال یه لقمه حروم به شما ندادم و نمیخوام تو خونه‌ای که پولش حلال نیست زندگی کنم. گفتم چرا اینجوری شدی بابا؟ کو اون بابای مهربونی که میگفت بی خودی پشت کسی حرف نزنیم؟ چی شده پس؟ چرا داری گناه سهیل رو میشوری؟ بابا تو رو خدا یه ذره منم درک کن. من سهیل رو دوست دارم. نذار روزی برسه که شرمنده بشی، هم تو این دنیا هم اون دنیا. به قرآن قسم بابا، اگه تو عامل نرسیدنم به سهیل باشی حلالت نمی کنم. بابا گفت این سهیل خان مرد زندگی نیست. جر و بحث باهاش بیفایده بود. چند ماه بود که بحث باهاش فایده نداشت. رفتم بیرون. نمیتونستم با دستای خودم آرزوهامو خواب کنم. بشم زن میثم. گوشی رو از جیبم آوردم بیرون. به میثم زنگ زدم. باید زندگیمو نجات میدادم. روی نیمکت پارک نشستم منتظر. چه انتظار وحشتناکی. با صدای بوق به خودم اومدم. رفتم طرف ماشینش. فکر کرد میخوام سوارشم. زدم به شیشه که شیشه رو بده پایین. گفت خانم گل افتخار نمیدید؟ گفتم سلام، عجله دارم باید برم. پولا رو از تو کیفم در آوردم و گرفتم طرف میثم. تعجب کرد. گفتم اینا بابت قرضمون. بابا سلام رسوندن و گفتن اینا رو بهتون بدم. متعجب مونده بود. گفت اون وقت قول و قرارمون پس چی؟ گفتم بابا هر قول و قراری باهاتون گذاشتن از جانب خودشون بوده. خواهشاً دیگه مزاحم آرامشمون نشید. پولو نگرفت. منم انداختم تو ماشین و زود دور شدم. دور شدم. امید داشتم همیشه دور باشم ازش. میثم بهم اسمس داد. گفت نمیدونه چه رفتاری از خودش نشون داده که من چشم دیدنش رو ندارم. نوشته بود منو واسه ازدواج میخواد و من زن رویاهاشم. زود پاکش کردم. دیگه دوست نداشتم حتی اسمی ازش رو گوشیم باشه. یه ذره قدم زدم تو پارک. ظهر شده بود. رفتم خونه. هیچکی خونه نبود. رفتم تا واسه ناهار چیزی درست کنم و با بابا حرف بزنم. کلید تو در چرخید. بابا عصبانی و اخمو اومد تو. رفت یه گوشه نشست. دستاشو گذاشت روی سرش. گفتم سلام بابا. گفت سلام و زهر مار. اصلا برو گم شو از این خونه بیرون. دختر هرزه گم شو. یه عمر زحمت بکش آبرو جمع کن بعد این دختر خیلی راحت گند بزنه به آبرود. بابا شروع کرد خودشو زدن. هی به سر و صورتش میزد. میگفت من چه بدی بهت کرده بودم که آبرومو بردی. مونده بودم هاج و واج. رفتم طرفش تا خودشو نزنه. چند تا سیلی زد تو گوشم. با مشت میکوبون تو سرم. با گریه ازش میخواستم به هم بگه چی شده آخه. رفت طرف در گفت گمشم بیرون. هلم داد بیرون درم بست. با صدای بلند پشت در گریه میکردم. به خودم اومدم دیدم همه دارن نگام میکنن. منتظر موندم تا ساعت 5 بشه مامان بیاد خونه. مامانو از دور دیدم. پریدم تو بغل مامانو گریه کردم. مامان هول کرده بود. ماجرا رو واسش گفتم. با هم رفتیم تو خونه. بابا خواب بود. به هم گفت برو تو اتاق. دو زانو نشستم. باز میثم چه چرت و پرتی به بابا گفته. صدای مامان بابا بلند شد. بابا عصبانی اومد طرفم که بیرونم کنه. مامان جلوشو گرفت. قسمش میداد دست برداره. گفت دیگه دختری به این اسم نداره. دوباره هلم میداد و به جیغای مامان که میگفت آبرومون رفت اینجوری نکن اهمیت نمیداد. میگفت این دختر دیگه واسمون آبرویی نذاشته. سر مامان داد میزد. آبرود خیلی وقت رفته و توی احمق خبر نداری. مامانم گفت اگه اون از این خونه بره منم باهاش میرم. مامانم چادر رو انداخت رو سرش و گفت بریم. آتیش گرفتم. چرا یهویی باید زندگیمون اینجوری بشه؟ رفتم جلوی بابا وایسادم. گفتم تا نگی چی کار کردم نمیرم. بابا گفت برم تا اون روی سگشو بالا نیاوردم. قرآن رو برداشتم. گفتم این قرآن به کمرم بزنه اگه کاری کرده باشم تا آبروتون رو از بین ببرم. حالا تو بگو به چه جرمی میخوای بیرونم کنی؟ خرابم کنی. بشم اونی که نباید بشم. بابا گفت میثم اومده در خونمون پولا رو به بابا پس داده و گفته من از تو پول نمیخوام. تو به هم قول دادی دخترتو راضی کنی. گفته برو ببین دخترت چیکار واسه اون پسره بی سر و پا کرده که پسره راضی شده این همه پول بهش بده. گفته قصد من خیر بوده. اون موقع ها که میومد سر کار همشون پسره میبرده و میووردتش و کلی حرفای بی سر و ته که بابا رو آتیشی کرده بود.
نمیدونم چرا بابا اینقدر میثم و قبول داشت. به خاطر اون زبون چرب و نرمش بود یا سادگی بابا. بابا رو راضی کرده بود تا با هم برن دانشگاه و از دست سهیل شکایت کنن. با بابا رفتن حراست دانشگاه و سهیل رو اونجا خواستن. بابا از رئیس دانشگاه خواسته بود سهیل تعهد کتبی بده که دیگه به دختر من کاری نداشته باشه. با کلمه به کلمه های این حرفا داغون می شدم. بیچاره سهیل، میفهمیدمش که چقدر جلوی همکاراش خرد شده. از میثم بیزارتر شده بودم. از سهیل خجالت می کشیدم. از بابا انتظار نداشتم و دلم واسه خودم می سوخت. واسه آینده‌ام، واسه گذشتم، واسه اینکه تو این خانواده با این فرهنگ بزرگ شدم. خانواده‌ای که یه روزی به سادگیشون افتخار می‌کردم، حالا چوب این سادگیشونو می‌خورم. شب سهیل بهم زنگ زد. روی جواب دادن بهشو نداشتم. اما طاقت نداشتم اون ور خط منتظرش بذارم. جواب دادم. اونقدر صداش گرفته و شکسته بود که خجالت منو زیادتر کرد. خیلی حرف زدیم. خیلی گریه کردم. گفتم همه چیز واسه من تموم شده است. دیگه روی نگاه کردن بهتون ندارم. گفت اما واسه اون هیچ چیز تموم نشده. گفت اونقدر من واسش ارزش دارم که حرفای بی ارزش دیگران براش اهمیت نداشته باشه. نهایت از اون دانشگاه میام بیرون، انتقالی میگیرم یه جای دیگه. گوشی رو که قطع کردم بازم به امید فردای روشن خوابم بود. صبح سر حال از خواب بیدار شدم و کارهای خونه رو انجام دادم. نزدیکای ظهر سهیل بهم زنگ زد و بعد از کلی حرف بهم یادآوری کرد که عاشقمه. گفت داره اقدام میکنه واسه کارای انتقالیش. شب میثم و بابام با هم اومدن خونه. رفتم تو اتاقم. میثم وقیحانه اومد تو اتاقم. درم بست. اومد حرف بزنه. اجازه ندادم. درو باز کردم. رفتم بیرون. مامان و بابا هم تو سالن داشتم بحث میکردم. به بابا گفتم یعنی اینقدر ازم سیر شدی؟ یعنی اینقدر بی غیرت شدی؟ رفتم در رو باز کردم و به میثم گفتم واسه همیشه برو گم شو. دیدم بابا بدون هیچ حرفی رفت بیرون. صداش زدم جواب نداد. میثم یه نگاهی بهم کرد و رفت دنبال بابا. مامان نشست وسط سالن به گریه کردن و خودشو زدن. رفتم یه آبغن درست کردم دادم دست مامان. ساعت نزدیکای 2 شب شده بود و از بابا خبری نبود. به میثم زنگ زدم جواب نداد. مامان دور خودش میچرخید و میگفت این پیرمرد کجا رفته. خودمم بدجور نگرانش شده بودم. تا صبح پلک نزدیم. برای هزارمین بار به میثم زنگ زدم. گوشی رو برداشت. خیلی مغرورانه گفت بفرما. گفتم سلام. بابام دیشب تا حالا خونه نیومده. شما دنبالش رفتید. خبر ندارید کجا رفته؟ گفت نخیر. گوشی رو قطع کردم. مامان اون روز نرفت سر کار. رفتیم تو پارک و خیابون به امید دیدن بابا. چقدر در به در شده بودیم. چقدر تو خیابون گشتیم. ظهر دست خالی و ناامید برگشتیم خونه. باز به میثم زنگ زدم. مغرورتر از صبح حرف میزد و میگفت به من چه؟ منو از خونتون پرت کردی بیرون. حالا باباتو از تو جیبای من میخوای. سهیل بهم زنگ زد. جریانو بهش گفتم و گفت نگران نباشیم. حتما پیش میثمه. گفت به مامانم بگم نگران نباشه و بیاد سر کارش. رئیس دانشگاه صداش در اومده. یه 24 ساعت کامل از بابا خبر نداشتیم و مامان تو این مدت پیرتر شد. میخواستم برم آگاهی خبر بدم که سهیل زنگ زد و گفت یه روز دیگه صبر کنیم. اون روز صبح مامان رفت سر کار. واسه میثم اسمس دادم میدونم الان تو و بابام داریم به اشکای من و مامانم میخندید. اما به بابام بگو زنت پیرتر شده برگرد. انقدر بی‌انصاف نباش. جوابی نگرفتم. شب مامان درمونده اومد خونه و وقتی دید از بابا خبری نیست شکسته تر شد. نمیدونستم چی کار کنم باهاش. هر چی دلداریش میدادم که حتما پیش میثمه به خرجش نمیرفت. مامان گفت صبح سر کارش با بابای سهیل برخورد کرده که پیش رئیس دانشگاه بوده. میگفت یه نگاه بدی به مامان کرده و گفته شما اینجا چی کار میکنید؟ تا مامان اومده جواب بده رئیس گفته تو قسمت آشپزخونه کار میکنن. اومدم تو اتاق به سهیل زنگ زدم. گفت بابام اومده دانشگاه علت انتقالیمو بفهمه. خیلی دلخور بود. میگفت عین پسر بچه ها باهاش رفتار میکنن. چون با انتقالیش مخالف بودن باباش اومده از رئیس که هم دوره ایش بوده درخواست کنه که به من انتقالی ندن. سهیل مکسی کرد و گفت نکنه مامانتو تعقیب کرده باشه. خندیدم گفتم که چی بشه؟
تازه صبح با مامان برخورد کرده. مامان عصر میاد خونه. با ناراحتی گفت از این بابای ما هر چی بگی برمیاد. مشغول صحبت بودیم که زنگ خونه رو زدن. گفتم حتما بابامه. گوشی رو قطع کردم. اومدم تو سالن، با قیافه مامان بابای سهیل روبرو شدم. مامانش گفت دختره پوست گلف، هر چی به سرت آوردیم بست نبود. از جون این پسر احمق من چی میخوای؟ زندگیشو نابود کردی. حالا نوبت کارش شده. مامانم به من نگاه میکرد و منم به مامان. لعنت به این اشکا و بغض که اجازه نمیداد از خودم دفاع کنم. خفه شده بودم. هیچی نمیگفتم. باباش اومد جلو، شروع کرد به حرف زدن. گفت میخواستیم با مأمور بیایم در خونتون. بیایم جمعتون کنیم. مامان بابات که عرضه جمع کردنتو نداشتن. واسه آخرین بار با زبون خوش میگم دست از سر این پسر بردار. وگرنه بلایی به سرتون میارم که کاسه چه کنم دستتون باشه. اگه یه بار دیگه کج رفتی، نه خودم میام نه مأمور. یکی رو میفرستم برات که از زنده بودنت پشیمون بشی. رفتن. مامانم ولو شد رو زمین. به خودم اومدم. رفتم طرفش، واسش آبقند آوردم. حالش جا اومد. زد زیر گریه. چه شبی بود اون شب. تو بغل مامان گریه کردم. بوی مامان آرومم میکرد. مامان اونقدر زبونش قفل شده بود که نخواد نفرینم کنه. نخواد بگه خاک تو سرت با این عشقت. مامان خوابید. رفتم یه چیزی انداختم روش. پرده رو زدم کنار و به آسمون خیره شدم. بابای بی‌انصافم نمیدونست اون شب به من و مامان چی گذشت. همون بهتر که نبود تا نمکی باشه واسه زخما. تا صبح کلی فکر کردم. سردرد شدید داشتم. صبحش با طلوع کردن خورشید آینده من غروب کرد. زنگ زدم به میثم. گفتم میخوام برم آگاهی خبر بدم بابام نیست. باهام میای؟ گفتم من موافق ازدواج باهاتونم. نظر شما چیه؟ اشکام اجازه نمیدادن حرف بزنم. نمیخواستم صدای گریه‌مو بشنوه، اما دست خودم نبود. صدام بلند شد. بلند بلند گریه میکردم. میثم بی اهمیت به صدام خیلی مغرورانه گفت باید فکر کنم. گوشی رو قطع کردم. انگاری دنیام تیره تر از همیشه شد. اونقدر مخم هنگ کرده بود که ندونم چیکار باید بکنم. فرار بابا از خونه به خاطر جواب رد دادن به میثم، کنایه های مامان، اومدن مامان بابای سهیل، همه و همه دست تو دست هم داده بودن واسه تباه شدن همه رویاهایی که با سهیل ساختیم. گوشیم زنگ خورد. سهیل بود. رد تماس دادم. دوباره گوشیمو خاموش کردم. رفتم تو سالن. مامان رفته بود سر کار. نزدیکای ظهر مامان اومد ناراحت و عصبانی. پرسیدم چرا زود اومده؟ شروع کرد به غرغر کردن. مریم کاری نکن منو بابات عاقت کنیم. کاری نکن دستمو ببرم بالا نفرینت کنم. الهی داغت به دلم میموند اما به خاطر تو این روزا رو نمیدیدم. این بی آبرویی و باباتو از خونه فراری دادی منم دق میدی. سردرگم مونده بودم. این بار دوباره چی شده؟ مامان باز دوباره از کارش اخراج شده بود. رئیس دانشگاه عذرشو خواسته و وقتی مامان گفته چرا گفته پرسنل زیاد داریم یه چندتایی رو میخوایم رد کنیم. میگفت 100% بابای سهیل چیزی گفته. شب بابا کلید انداخت و اومد تو خونه. خیلی راحت، بی تفاوت. انگار که نه انگار اتفاقی افتاده. مامان عصبانی بود. عصبانی تر به بابا گفت کجا بودی؟ اونم خیلی راحت گفت پیش یکی از دوستاش که نگهبان بوده. میگفت از دست این دختره میخواستم خودم رو گم و گور کنم تا از دست بابایی بی غیرتش خلاص بشه. متلکا حرفا چپ و راست به هم زده میشد به جرم اینکه عاشق بودم. بابا وقتی فهمید مامان سر کار نمیره آتیشی تر شد و کم مونده بود کتکم بزنه. گفت به اون پسره یه زنگ بزن میخوام پولاشو بهش پس بدم. گفتم دیگه بهش زنگ نمیزنم. گوشیمم خاموشه. برق خوشحالی رو تو چشای بابا دیدم. گفت پس شماره‌شو بده خودم باهاش قرار میذارم تا ننه باباش نیومدن به جرم سرقت دستگیرمون نکردن پول حرومشون رو بهشون پس بدیم. من و سهیل یه شماره حساب مشترک داشتیم که تو اون پولا رو میریخت تا من اگه لازم داشتم بردارم. پولا رو به حساب مشترکمون واریز کردم. گوشیمو روشن کردم. تمام اسمس هاشو نخونده پاک کردم. فقط واسش زدم همه پولا به حسابت واریز شد. ممنونم از همه تلاشت واسه رسیدن به هم. امیدوارم خوشبخت زندگی کنی. همیشه به یادتم. زود گوشی رو خاموش کردم. گوشی رو به بابا تحویل دادم تا هیچ وسوسه‌ای سراغم نیاد. یه روز زنگ خونه رو زدن. سهیل بود.
باز دوباره اومده بود واسه التماس. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. اینقدر درمونده، اینقدر پریشون. به بابا التماس میکرد. بابا با تشر میگفت از خونه بره بیرون وگرنه پلیس خبر میکنه. اون التماس میکرد و بابا هلش میداد. با گریه میگفتم سهیل برو، بیشتر از این خورد نشو. تو بزرگی، تو بزرگتر از اینی که بخوای اینجوری واسه یه آدم حقیری مثل من تحقیر بشی. من گریه میکردم و سهیل التماس میکرد. بابا بیرونش میکرد. میگفت مگه حالیت نیست؟ دخترم نشون کرده یکی دیگه است. شب میثم با یه جعبه شیرینی و یه سبد گل با مامان باباش اومدن رسما واسه خواستگاری. مامان در اتاق رو باز کرد و گفت بیا مهمونا منتظرتن. گفت یه آبی به سر و صورتت بزن، با این وزن نیا، بابات عصبانی میشه. مامان در رو بست. بی صدا گریه میکردم. این بار دیگه بابا اومد تو اتاق. بهم تذکر داد جمع کنم این بند و بساطو. مامان باباش حرمت دارن، منتظرن من بیام. دستمو گرفت بلندم کرد. گفت زود بیام کسی رو منتظر نذارم. اومدم تو سالن. مامان باباش جلو پام وایسادن. مامانش راضی بود، باباش ناراضی. اون شب هیچی نمیفهمیدم. کی قول و قرار گذاشتن، چی گفتن، چی بریدن. فردا شبش بناش رو جشن نامزدی بگیریم. اون شب همدم همیشگیم بالشتم. عجب سنگ صبوری بود واسم. اونقدر بغلش کردم و با صدای خفه شده گریه کردم تا مبادا صدام بره بالا. صبح میثم اومد دنبالم تا بریم حلقه نامزدی بخریم. به مامانم گفتم بهش بگو بره خودش بخره. مامانم سرش رو تکون داد و رفت. اونم دلش خون بود اما چیکار میتونست بکنه؟ برای شنیدن ادامه این داستان به قسمت بعدی گوش کنید. ممنون که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید.